سلامتی مو با داشتن پوست سر شروع میشه و ماساژ پوست سر راهی ساده برای به دست آوردن این امر مهمه، چرا که ماساژ باعث از بین بردن پوست‌های مرده و در نهایت کاهش شوره سر میشه. همچنین ماساژ کف سر باعث افزایش خون رسانی به خاطر افزایش گردش خون در این ناحیه میشه. البته مزایای ماساژ پوست سر فقط محدود به سلامت مو نمیشه و یکی از اصلی ترین اهدافش تقلیل تنش در ناحیه سر و گردنه که در نهایت منجر به آرامش اعصاب میشه. این به خاطر نزدیکی اعصاب به سطح پوست سره و با ماساژ دادن و تحریک این پایانه‌های عصبی باعث آرامش سیستم عصبی میشه. همچنین کاهش دفعات، شدت و مدت سردردهای مزمن و میگرنی با ماساژ سر در آزمایشات علمی ثابت شده. هرچند که ماساژ سر میتونه هنگام استحمام و شستشوی موها انجام بشه، اما این عادت مثبت به وسیله ماساژور سر میتونه در طول روز و در جاهای مختلف مثل خونه، سفر، محل کار و یا موقعیت‌های گوناگون ایجاد بشه. این ماساژور دارای 12 پایه فلزی قابل ارتجاعه که سر همه آنها مواد پلیمری کره‌ای شکل قرار گرفته. این پایه‌ها به یک استوانه متصل شده که به راحتی در دست قرار میگیره. گوی‌های سر این فلزهای کوتاه و بلند از لابلای مو مستقیم به پوست سر تماس پیدا میکنه و با بالا و پایین کردن و حرکت دورانی ماساژور باعث تحریک و ماساژ پوست سر میشه. این گوی‌ها باعث میشه که ماساژور به مو و کف سر شما گیر نکنه و پوست شما رو خراش نده. حالت ارتجاعی این پایه‌ها باعث تطبیق پذیری هرچه بیشتر این ماساژور روی سر شما میشه و با بیشترین تاثیر و بدون اذیت کارش رو انجام میده. کافیه که به جای تکیه بدید و به آرامی و نرمی از این ماساژور لذت ببرید. استفاده حداقل 5 دقیقه‌ای از این وسیله در طول روز معجزه میکنه و از تمام فوایدی که گفتیم بهره مندتون میکنه. البته اگه فرد دیگه این ماساژ سر رو برای شما انجام بده، لذت وصف‌ناپذیری رو تجربه خواهید کرد که تا حالا تجربه نکردید. این ماساژور 50 گرم بیشتر وزن نداره و با 20 سانت طول سبک و قابل حمل محسوب میشه. با این وسیله میتونید خودتون یا عزیزانتون رو ماساژ بدید و کمک کنید تا حس لذت بخش ماساژ رو تجربه کنن. این وسیله هدیه ارزشمند و متفاوت برای عزیزان شما خواهد بود.